شبی در مسجد با میثم به نماز بودیم. میثم حال عجیبی داشت، خیلی عجیب. چطوری رفیق شفیق؟ شنیدم از وقتی علی دست بر جراحت چشمت نهاده گوشهایت را بینا کرده. سال هاست که تو را ندیدم. مرا شناختی اخوی؟ تو میثمی؟ میثم؟ در کوفه مثل ریگ میثم ریخته. کدام میثم؟ تو میثم تماری پیرمرد. حال نخلت چطوره؟ دعاگوی شماست. چه میکنی میثم؟ جای دستان علی است. بوسه زدم بر لب یار. میخوای تو را از فرجامت باخبر کنم پیرمرد؟ دست بردار میثم. حرفای میزنی که مردم خیال میکنن بیهوده و دروغ است. تو را دیوانه میخوانند. نکن برادر، اسرار عشق فاش نکن. دست خودم نیست. عشق علی مجنون و رسوایم کرده. لا یکمل ایمان العبد حتی یظنون الناس انه مجنون. تا مردم گمان نکنند دیوانه ای ایمانت کامل نمی شود. این که فرمودی حدیث نبوی است؟ حدیث عشق است ابن عفیف، حدیث عشق.